برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود بر شما تماشابینان گرامی و شنوندگان محترمی رادیویی پیام. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. امروز درباره یتیمی سیاسی شدن امام علی رحمان حرف میزنیم. حالا پیش از آن که به اصل موضوع امروز پردازیم، به دو گفتوارد نخست دقت دهید. یادم هست چرخبال روی خط پرواز میخیزد، کنار آن امام علی شریفویچ میدود و به سوی من فریاد میزند: ساشنکا ساشنکا، ما وادی قراتگین را در دست نگاه میداریم. من باشم به سمت او فریاد میزنم: البته نگاه میداریم. امام علی دوستی مهربانی من است. من او و خانواده اش را خوب میشناسم. در انتخابات بیشتر از 91% آوازها را به دست آورد که کاملا عادلانه است. رحمان به جنگ به دوشنبه وارد شده بود. این دو اقتباس از زبان دو نفر صدا داد که یکی در به قدرت رساندن امام علی رحمان سهم داشته است، دیگری از آخرین دوستان رئیس جمهوری تاجیکستان بین رهبران دولت‌های جهان است. اقتباس اولی از زبان الکساندر چوباروف، معاون وقتی ولادیمیر کوچکوف، فرمانده بریگاد 15 سپتنز گریو، حوزه حربی ترکستان در سال 1992 است که با کمک به فرانت خلقی و قتل 10,000 تاجیک امام علی رحمان را به سر قدرت آورده است. قبلا کوچکوف نیز به همین مانند حرفها را زده بود و تاکید میکرد که امام علی رحمان با پیشنهاد سنگک سفاروف و دستگیری بریگاد 15 سپتنز گریو سر قدرت آمده است. سنگک سفاروف را همایتان میشناسید. توریمچیکی که 21 سال در حبس بود. اقتباس دوم از زبان الکساندر لوکاشنکا، آخرین دیکتاتور اروپا است که قبلا هم گفته بود رحمانوف پلمیاد در دست وارد دوشنبه شده است. یعنی به پایتخت کشور خودش با کمک ارتش و سلاح خواجگان خارجیش حمله مسلحانه کرده است. انا همین امام علی رحمان امروزه. اصلا این یک فکت تاریخی است که مقاله و تحلیل های زیاد در این باره نوشته شده است و کسی آن را انکار کرده نمیتواند. برای همین در این باره فکت ها خیلی زیادند. هر کی میتواند آن را از شبکه جهانی اینترنت پیدا کند. موضوع ما هم حالا این نیست. موضوع ما دوستان قبلی و فعلی امام علی رحمان هستند. آیا دوست دارد امام علی رحمان یا نه؟ یگان نفر از دوستانش مانده اند یا نه؟ یا که یتیم شده است بیچاره؟ جنرال چوباروف که حالا بازنشسته شده است، نفقه خور است، یک روزنامه‌نگار او را در کوچه های مسکو در حال قدم زنی پیدا کرده است. به سؤال روزنامه‌نگار که میپرسد شما برای رئیس جمهور شدن امام علی رحمان کمک کرده اید، چنین پاسخ میدهد: با من بیشتر سردار فرماندهان صحرایی فرانت خلقی تاجیکستان سنگک سفاروف در تماس بود، نه خود امام علی رحمان. بور سنگک گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان خود او نیو یک دیرکتور سوخاست که درس خوانده ترین نفر در تاجیکستان است، او پرزیدنت می شود و امام علی رحمان را نشان داده است. این هم اصول حرف زنی یک گنرالی مستعفی درباره رئیس جمهوری یک کشور با استهزا و تحقیر. در گمان است افسر بلندپایه یکی از قوی ترین سازمان های جاسوسی جهان نداند که رحمانوف دانشگاه اگرری تاجیکستان را قریب در سن 30 سالگی به زور غایبانه تمام کرده است.
در اینجا با استهزا به سنگک و رحمانوف میگوید درس خوانده ترین در تاجیکستان. استهزا و تحقیر چوباروف با همین تمام نمی شود. چوباروف میگوید وقتی مرا در غرب مجروح کردند و با چرخبال انتقال میدادند، کنار آن امام علی شریپوویچ رحمانوف میدود. چرخافلک رفته ایستاده است، برابر چرخافلک امام علی رحمان دویده ایستاده است. کنار آن امام علی شریپوویچ میدود و به سوی من فریاد میزند ساشنکا ساشنکا، ما وادی قراتیگین را در دست نگه می‌داریم. یعنی رئیس جمهور یک کشور از پس افسر ارتش کشور دیگر میدود و با التجا از او میپرسد که آیا او در نگاه داشتن قسمتی از قلمروی کشورش کمک میکند. این شرم رو به کجا میبری؟ قبلا ولادیمیر کواشکوف هم با همین اصول، یعنی تحقیر و استهزا درباره چگونه در تاجیکستان به سر قدرت آوردن رحمانوف حرف زده بود. کواشکوف با مسخره گفته بود سنگک رئیس کلخوزی را با نام امام علی رحمانوف آورده به نمایندگان مسکو و تاشکند چون رئیس جمهوری آینده تاجیکستان معرفی کرده بود. کواشکوف با استهزا از امام علی رحمانوف امام علیشکا نام میبرد. امام علیشکا. هیچ واکنشی از طرف مقامات تاجیکستان به آن گفته های کواشکوف دیده نشد و تا هنوز هم مقامات آب به دهان نشستند. این مقام دارم چه فرق دارد؟ پیشوایشان تحقیر شده ایستاده است، زبان ندارن، گپ زنن، حرف زنن، بعد میگن نجات دهنده سیاره جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. همه این عنوان های بالاخانه داره که به یک شخص نسبت داده ایستاده، او رو یک افسر امام علیشکا نام میبرد. امام علیشکا. او چوباروف مثلا گریم ساشنکا ساشنکا، یک کودک از عقبی چی دویده ایستاده است؟ ماشین دویده ایستاده است. مرا هم با خود برید گفته. یک افسری خارجی رئیس جمهوری یک کشور را اینگونه تأخیر میکند. حالا گمان است که علیه چوباروف هم زمان این مقامات ما اعتراض کنند. اما چرا دو افسری کشور دیگر به خود اجازه میدهند رئیس جمهوری یک کشور را به مسخره و استهزا کشند و هیچ یک مقام کشوری در جهان شناخته شده جرأت نمی کند به این افسران اعتراض کند؟ برای چی نمی توانند اعتراض کنند؟ زیرا آنها راست میگویند. رئیس یک کلخاز مفلس و قرضدار آرزوی نه تنها رئیس جمهوری حتی رئیس یک ناحیه را به خود ره نمی دهد، ولی از کجای یک قماندان آدمکش پیدا می شود و او را از پس گریبانش گرفته کشان کشان به نزد افسران روس و ازبک می برد و چون رئیس جمهوری آینده تاجیکستان معرفی می کند. مگر خوشبختی بزرگتر برای آنه که تا چند سال پیش از زواد روغن می‌دزدید و حالا کارهای کالخاز را می‌فروخت؟ این ستاره از آسمان نیست؟ مگر این دو افسر قاتل که در افغانستان و تاجیکستان تنها تاجیک کشی کرده اند برای این دزد کوچک فرشته نجات نیستند که به دستش کلید یک کشور را می‌دهند؟ چگونه او میتواند حتی بعد 30 سال علیه آنها اعتراض کند؟ نمی کند. شاید همچنان که اسلام کریموف را اول آتمیز میگفت و در آخر علیهش صدا بلند میکردگی شد، میتوانست علیه این دو افسر روس هم اعتراض کند. اما ظاهراً
اینجا سیر نهفته است. امامعلی رحمان می‌داند که اگر این دو افسر را دروغگو خواند، آنها شاید سرهای دیگری بینشان را افشا کنند. شاید نشر مصاحبه این دو افسر و حتی از زندان آزاد شدنی کوچکاف تصادفی نیست. و روزها به امامعلی رحمان به آغوش چین رفته ایستاده خاطر رسان میکنند که از کجا آمده و آمدنش بهر چی بود و دست نشاندهی کیست. همین تحقیرها در امامعلی رحمان یک عقده خودکمبینی کامپلکس در خارج از کشور پیدا کرده است و او همیشه در همه محفل‌های جهانی خود را کمتر از دیگران می‌بیند. در بین رهبران دولت‌های جهان نشست، کامپلکس دارد، خود را خیلی کم پست حس می‌کند. می‌خواهد با گرفتن دست همتایانش و دست به دست قدم زدن به آنها این عقده را از خود دور کند، ولی تا حال موفق نشده است. از طرف دیگر دست درازی همیشگی به خارج با طلب کمک، دست گداگی، درخواست‌های بی‌پایانی وزارت خارجه به اکثر کشورهای دنیا با التجای یک بارکه قبول کردن پیشوایشان زبان او را کوتاه‌تر کرده است. این است که می‌خواهد این عقده را در داخل با تحقیر مردم خود با پیشوا و اساسگزار و نجات دهنده نامیدن خود جبران کند. مسئله دیگر، باتکا، الکساندر لوکاشنکو، دوستی یگانه امامعلی رحمان. شماره دیکتاتورها در جهان با سرعت کم می شود. حتی در منطقه های دیکتاتور پروره چون افریقا و آسیای مرکزی نمان دیکتاتور. در همین حالت پیدا کردن دوست بین رئیس جمهورهای کشورهای آزاد برای یک دیکتاتور کاری آسان نیست. دوستی با دیکتاتورها برای پرزیدنت های با انتخاب مردم سر قدرت آمده و از رأی مردم وابسته عاقبت خوب ندارد. انتخاب کنندگان آنها می توانند این سوال را بر رویش بکشند که با کدام دلیل تو می روی با فلان دیکتاتوری مردم کش، صداکش کمک یا حتی دوستی میکنی؟ پرسیده می شوند. رئیس جمهورانی که با انتخاب شفاف مردم انتخاب شده اند، به سر قدرت آمده اند، از سؤال جواب مردم خود می هراسند. برای همین دوست یافتن امامعلی رحمان با کشورها دوستی کردنش خیلی مشکل شده ایستاده است. این است که امامعلی رحمان چند سال آخر به هیچ کشوری دعوت نمی شود به جز کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل، آن هم برای نشست‌های یکجایه. دیگه هیچ. تماشا بینان عزیز، فکر میکنم حتما مشاهده کرده اید که اگر در دهه، شهر، حتی ناحیه دو دوست، دو فاسق، دو خبرکش، دو ظالم، دو رد مرکه و غیره هستند، آنها حتما همدیگر را پیدا میکنند و دوست میشوند. زبان دوست را دوست میدانند، دوست میشوند و دوستیشون هم در اکثر حالت یک دوستی صمیمی و واقعی است. شما در همین نوار ببینید، حتما مشاهده خواهید کرد که چگونه لوکاشنکو با صمیمیت درباره دوستیش با امامعلی رحمان حرف میزند و میگوید که 91% آواز گرفتن دوستش کاملا عادلانه است. Отвлекусь пример с Таджикистаном. Эмомали, мой добрый друг, я хорошо знаю семью его там и так далее. 91 с лишним % он набрал на выборы. Это абсолютно справедливо. Никто даже не шелохнулся. Никто не возмутился, хотя качать пытались страну. И он немного старше меня, совсем зеленый, он с боем входил в Душанбе.
ранен был в ногу. Он с боем ходил в Душанбе, вот мы были там, он рассказывал. دیکتاتورها البته هنوز با لوکاشنکو تمام نمیشوند و در چند کشور دیگری سر قدرت موندند، ولی هرچند آنها خود دیکتاتور هستند، همتایشان در یک کشور دور افتاده و قشاق هیچ جالبیتی برایشان ندارد. امروز ضرب الاجل مخالفین بلاروس به لوکاشنکو تمام شد. همه دیده ایستادیم حالت بلاروسی را و احوال لوکاشنکو به همه معلوم است. شاید چند روز دیگری حکومتش باقی مانده است. همتونه چند روز بعد امامعلی رحمان یگانه دوستش از بین همتایانش را از دست خواهد داد. بعد این با او تنها رئیسان کشورهای دست خواهند داد و پس میز خواهند نشست که یا منفیت از رئیس جمهور بودن امامعلی رحمان دارند یا فرهنگ همسایگی اجازه نمیدهد از دست دادن با او پرهیز کنند. شمار این کشورها هم از چند تا بیشتر نیستند. سفرهای خارجی امامعلی رحمان هم اکنون با چند قدم از سرحد کشور محدود خواهد شد. با این رئیس جمهوری که خود با دست خودش دست و پایش را بسته است تا کجا می رویم؟ این رئیس جمهور ما در حال یتیم سیاسی است. یتیم سیاسی شده است. همه پدر مادران سیاسیش مردند. دادر خواهران سیاسیش هم مرده رفته ایستادند، نابود شده ایستادند، یا با تقاضای زمانه برادری کنده شده ایستاده است. اکنون وضعیت تاجیکستان هم می شود گفت که در حالت ایکس قرار خواهد داشت. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. با امید دیدار در روز دیگر. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net